خیلی چیزا را انسان خیال میکند نیست و هستش و من و شما ازش اجنبی هستیم. الانم میگن که یه چیزهایی معلوم شده است، مثلا در نباتات که همه میگفتند که سابق که اینها مرده هستند، حالا میگن که حتی با چیزهایی که آنتنهایی که هست صداها را از ریشه های درخت که در آب جوش بگذارن صدای هیاهو هست. حالا این راست باشه یا دروغ به سه نمیدانم، لکن عالم پر هیاهوست. تمام عالم زنده است، تمام اسم الله، همه چیز اسم خداست. و چون همه امور، همه چیزها از اوست و به او برمیگردد و هیچ موجودی از خودش چیز ندارد، خودی در کار نیست. کسی بایستد بگد من خودم هم یه چیزی دارم، یعنی مقابل با مبدأ نور خودم هم یه چیز دارم، معناش این است که این از خودم است. اون وقتم که داری باز از خودت نیست.